دوستان عزیز صبح بخیر و سعید جمعه را بخیر اکادمی شما مبارکباد میگم. دوستان برادر بسیار میگن تا چه مقصد ویدیو خیر و کام پرتوته سودی. دوستان هر یک کاری خیری که ما میکنیم هر یک مقصد مراجعت میکنن به ما سنجیده دیده بعد میپرتیم. خودتون میدونید که الحمدلله ما در خانه خدا در مکه و مدینه هستیم. دوستان خداوند اینجا به هر یک قدم شما اومدن نصیب کردن جای مقدسه. در تاجیکستان باشه الحمدلله پای سریناز هست که میسنجه میبینه واسه که هم قدرت‌الله برادر جون که واسه سرش کلان شدگی هیدرسفالیش میگن چش میگن روشم خیلی مثلا ویدیو رو میبینی به خاطر خدا سنجیدگی دیدگی به خاطر خدا به خاطر روز جمعه 1 روبل 10 روبل چقدر زودتون میرسه دوستان عزیز. بسیار نه همین چقدر زود 1 روبل نتونسته لایک می دو آش بده همون کامنتاری شما منیسی ماشاءالله خدا شفاتی همین سبب میشه که ویدیو کم که پیش میره با یک باز تقریبا بسیار گپ تکرار میبینم. این گپ من یعنی که همون جای خچ دارم یعنی که جان داره گفتم گپ کوچگی و با یک خیرخواه با یک آدمی مقصد صدقه کن آدمی که شرایطش خوبه میرسه میبینه خیلی خیلی هست میگیره خیر میکنه ان شاء الله. و هم خودی دوستان از الحمدلله دیده که یگان ویدیو من هیچگاه بیس پرایوت که یعنی که یگان نوسنجیده که فاند فریم نیست. الحمدلله خداوند شفا بده کل مسلمانان پروردگار نیازمندا را دست بالا کنه. شما یاد فراموش نکنید که ما در خانه خدایم فقط میگن که روز قیامت شما زیغ نشه به کدام خاطر روز قیامت از همه بالا یعنی پیش از همه در جنت فقط کمبغلا میدونن. این هم یعنی نعمت است. و هم خودی دوستان عزیز خواهش میکنم همین دو درک دستگیری کنید خاص به خاطر خدا. اول کارت را ببینید رقماشون هستن بسنجید ببینید 100 روبل 50 روبل 1000 یا 10000 میپرته اول سنجیده ببینید 25000 سومون در کار. خدا نگهدار. التماس خواهش میکنم دستگیری کنید. السلام علیکم و رحمت الله. دستگیری شما پیشایی ما خدا نگهبان. الحمدلله با همه که چی به مقصد مشکلی است الحمدلله همه شما هستی که با خدا می سایت ما همه شما که نباشه که من نه فخر کردم میتونم نه گاو زدم میتونم شما تماشا نکنیم ما را کی ما را تماشا کی ما را دستگیری میکنه. من بیلیونر نیستم که خودم تیم او بابا جان نه که دوستان از اولش خداوند او برام میتیا شما منو بابا جان کرده شما مقصد منو دستگیری کرده که امروز الحمدلله مردم باور میکنن ما را هم مراجعت میکنن هم دستگیری میکنن هم خیر میکنن. با اون خاطر همه من مینداری میکنم خلق سربلند تاجیکستان دعا میکنم در جای مقدس در روز جمعه پروردگار کلی به مورا رسول که کلی قرض کنده بکردم پروردگار احد الصمد خدا همه شما رو به فرزندان رو کدمی فرزند که پروردگار برای راست نباشن همه ما را هدایت کلی ما را پروردگار به جنت الفردوس برسونه. رحمت خدا رو سید جمعه به همه مبارک التماس دستگیری کنید. السلام علیکم. سلام علیکم برادرای عزیز برادرای دست بخیر. چه خیلی که میبینین ما در بیمارخانه در نزد قدرت‌الله جان 12 ساله قرار داریم. این دو درگمون سرش که هیدرسفالیای ضرورت جراحی داره باید سرش ده شونت مونن امی شونتش کلانترک 25000 سومون رسخود میشوه و همین داروهاش و توابتش مراجعت همین مادرشون به مردمی خیرخواه. سلام علیکم برادران خیرخواه. از شما خواهش دارم که من فرزند بیمار من شما دست خیر. قدرت‌الله جان از شما خواهش دارم که به من یاردم کنید. برادر از به طرف نباشه نمی قدرت‌الله جان دستگیری کنین که همین سرش جراحی کنن در سرشون مونن. خداوند شما راضی باشه. خداوند خیر کردگیتون و درگاهش قبول گردونه. سلام علیکم برادر عزیز. تاجیکان هجامه ای همه روز عبارتن دستف که داروهای خچه قرآن و دیگر کتاب و چی مال اشیایی که داریم خلاص همه روز عبارتن انشاءالله که ما سر دادیم دستف کرده. یعنی دوستان عزیز در همین سایت تاجیکان هجامه مدت 3-4 روز آینده در ما همه تورمون رو میپرتیم یعنی در باید میکنیم چخیلی که میبینیم ما در پروفسیونال انشاءالله اساس هم میپرتیم شو که دارو هست صورتش و در تگش نامش اجتیاش یعنی با کدوم کسلا را فایده داره با کدام کسلو ضرر داره خلاص چخیل خوردنش در کار کورسش چند روزه سینش همش این تدتگش هم تنیسگی چخیل که دیده سه دوستی عزیز و انشاءالله که ما مدت 3-4 روز آینده در همه تورمون رو دبیر میکنیم میتونیم به تشخیص دکس کنیم به همه گارودای رسیه رو دستف کردیم طریق پشت رسیه ازدک هر دیگه فیلم‌هایی که هستن که به تشخیص مقصد میبرن دستف رو حتی تا تاجیکستان رو روی میکنیم به طریق سمالیات. دوستی عزیز میتونیم به تشخیص دکس کنیم همه چیزامون انشاءالله که صورت ها رو میپرتیم و در تگش همه استوریش هم مینویسیم. یعنی شما دیگه در کار میشه زنگ زدن و پرسپوز کردن که ایش چیه برای چه خیلی هم تا میخونین فقط ویب میکنین نمره روی اکران در زنگ میزنید
در دیگه شهر باشیم ما رو میکنیم در مسکن باشیم میتونید ختم بیایید بگیرید یا که در مسکن هم در کار باشه مقصد دست هفته میکنیم به تشویش. خلاص برادر عزیز میتونید بیایید جبا ما هجومه داریم فتبرچ کم مساج همه طرفه یا خواهشی دارو خرید داشته باشیم دوستان عزیز ان شاء الله که داروی ما روی اومدگان و ان شاء الله مدت 10 روز آینده در با داروی نو میآید که و شما در این سایت بر میکنیم. خلاص برادرها ان شاء الله ما در خدمتیم. خیر تا دیدار.